بسم الله الرحمن الرحیم. من جمیل آزاد امروز 22 مهر سال 1388 که مصادف است با 15مین سالروز شهادت شهید راه عدالت اجتماعی و وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری. شهادت این شهید والا مقام را با تمام ملت افغانستان، عدالت خواهان جهان و همچنان رهروانشان تسلیت عرض می‌کنم. بینندگان محترم، انجمن خوشنویسان معاصر کویته پاکستان نمایش را تحت عنوان بازتاب اندیشه های استاد مزاری در هنر ترتیب دادند که این نمایش بیشتر نمایش خطاطی و نقاشی می باشد و محتوای این نمایش را اندیشه ها، گفته ها و همچنان تصاویر استاد مزاری تشکیل می دهد. بینندگان محترم، از شما خواهش میکنم تا آخر برنامه ما را همراهی نمایید. همه با هم میریم به دیدن آثار. از این نظر ما هر آنچه را که در اطرافمان هست به مثابه یک متن تصور می‌کنیم. ببینید در رابطه با این مثال با زمانی که تحقیقات در زیر بنای ساختار وسیله آمدن، هرگز این مثال با حق و حق معامله نشد. چه انگیزه باعث شد که شما این نمایش را برگزار کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب در راستای کارهایی که درباره شهید مزاری شده بود، کارهای حماسی زیاد شده بود، دیگر تا کارها شده بود، اما از نگاه هنری در قبال حرفای استاد مزاری و در قبال شخصیت استاد مزاری کار نشده بود و انجمن ما تصمیم گرفتن و تنها انگیزه ای که باعث شد که انجمن ما تصمیم رو بگیرد می بود که روی از دیدگاه هنر حرفای مزاری شخصیت مزاری کار نشده بود. لذا انجمن خوشنویسان معاصر تصمیم گرفتن که در راستای
باد شخصیتی استاد مزاری و معرفی شخصیتی استاد مزاری بخشید مردم برای مردم ما اما شخصیت مزاری معرفی کند، حرفایش را به گوش جهانیان برساند. فقط علمی هدف از برگزاری نمایشگاه از طرف انجمن بوده و علمی خاص انجمن. بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجایی که هنر زبان اندیشه است و توسط هنر میشه اندیشه ها را تبارز داد و اندیشه هایی که در جامعه نهفته و مشخص نشده، ما سعی ما بری بوده که از طریق هنر و از طریق تابلوهای خطاطی بتونیم اندیشه را معرفی کنیم به جامعه. زمانی که یک نویسنده کاغذها رو میخواد بنویسه آخرش آرزویش همین یک در حقیقت این کاغذها باید یک کتاب چاپ شود. فرید جان، چی باعث شد که شما به هنر روی آوردین؟ همین در هنر ما از ریاضیکی بسیار شوق داشتم که یک هنرمند شدم و توسط همزی هنر خو پیام هایی که برای مردم دارم، برای جامعه دارم که جامعه را آگاه کنم، توسط همزی هنر خو به مردم برسیم. خب بینندگان محترم، حال در آخری برنامه قرار داریم. مع جمیل آزاد، مجری برنامه، احمد جاوید جایا دایرکتر و همچنان فیلمبرداری برنامه و همچنان انجمن خوشنویسان معاصر کویته پاکستان از شما اجازه می‌خواهیم. الله حافظ.